دیروز 40 محصول پژوهشی جدید در 17مین نمایش رونمایی شد. ربات اجتماعی آموزش دهنده زبان اشاره به کودکان ناشنوا از جمله این پژوهش‌های موفق است که امشب قصد داریم با حضور جناب آقای دکتر علی مقداری از طراحان ربات رسا در گفتگوی 20 بررسی کنیم. آقای دکتر مقداری سلام عرض می‌کنم، شبتون خوش. خیلی خوش آمدید به استودیوی خبر 20 سیما. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم به بینندگان ارجمند. حوزه رباتیک اجتماعی شناختی بحث جدیدی است که مطرح میشه. ویژگی‌های ربات رسا هم بر همین مبنا طراحی شده. دقیقاً ربات ها مدتی است که وارد اجتماع دارن میشن در فرم‌های مختلف به شکل ربات‌های انسان نما یا حیوان نما و از اینها در تعامل با کودکان استفاده میشه. ربات رسا رباتی است که طراحی شده برای آموزش زبان اشاره به کودکان ناشنوا و یک کار مشترک هست بین دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب و همکاران ما خانم دکتر عالمی، آقای مهندس زکیپور و آقای مهندس کاشانیان عزیزانی هستند که روی این پروژه به همراه بنده کار میکنند و الان به مرحله آزمایشی رسیده که داره دیروز ما توی نمایشگاه از اون رو نمایی کردیم. مرحله ثبتش به چه شکل است آقای دکتر؟ برای ثبت اختراع اونم اقدام شده، الان در حال اِوالویشن یا ارزیابی هست توسط داوران ثبت. نمونه‌های خارجی هم به موازات کار شما داشتن طراحی می‌شدن و عمل می‌کرده. آیا ویژگی‌های خاصی دارن که با نمونه شما تفاوت خاصی؟ مهمترین ویژگی ربات رسا بومی بودن اون هست و کم هزینه بودنش. یعنی ما در مقایسه با ربات‌های معادل خارجیش که در یکی دو تا کشور هم بیشتر نیست که ساخته شده، تقریبا هزینه معادل 1/10 هزینه خارجیش هست، حداقل اون چیزی که تا الان برای ما هزینه برده و قابلیت‌های خوبی داره که با کودکان در کنار معلم به عنوان دستیار عمل بکنه. یعنی به عنوان کمک معلم عمل می‌کنه. دقیقاً. ما در تجربه‌های قبلیمون به این نتیجه رسیدیم که اصلاً نه هدف اینه و ما می‌توانیم معلم انسانی رو جایگزین بکنیم. اون تا ربات مثل ابزار دیگه‌ای، ربات‌های اجتماعی مثل ابزارهای دیگه‌ای میتونن در کنار معلم کمک بکنن که کلاس رو شاداب بکنن. از دیگر ویژگی‌های منحصر به فردش چیه آقای دکتر؟ عرض کردم این ربات میتونه تکست رو به علامت زبان اشاره تبدیل بکنه انشالله و صدا رو همینطور و عملاً رباتی باشه که در کنار معلم بتونه این زبان اشاره فارسی و انگلیسی رو که مقداری هم با هم اختلاف دارن و آموزش بده. آقای دکتر علت گرایش به تولید همچین رباتی مثل رسا دقیقاً چی بود؟ همین بحث این که حوزه رباتیک اجتماعی شناختی در جامعه ما کمتر دیده شده یا بحث‌های دیگه هم مطرح بود؟ ببینید من الان نزدیک 30 ساله در حوزه رباتیک کار میکنم، منتها حدود 4 ساله که در این حوزه رباتیک اجتماعی وارد شدم و کل عمر این زمینه در دنیا بیش از 7-8 سال نیست، ولی تو همین 4 سال ما فعالیت هایی که شروع کردیم ابتدا استفاده از ربات بود، همین ربات های انسان نما بود برای آموزش زبان خارجی به دانش آموزان در مدارس که پروژه موفقی بود و در اونجا ما مشاهده کردیم که استفاده از ربات میتونه یه مقدار اضطراب بچه‌ها رو هنگام مکالمه پایین بیاره. می‌دونید که تو کلاس‌های زبان بچه‌ها خیلی تعامل ندارن با معلم. بله. این ربات کمک کرد که این اتفاق بیفته و بعد از اون در حین انجام این پروژه به این ایده رسیدیم که طبیعتاً اگر ربات‌های اجتماعی میتونن اضطراب و استرس رو کاهش بدن، اومدیم وارد حوزه اوتیسم شدیم و میدونید که بچه‌های اوتیستیک هم در برقراری ارتباط با اینو در خودماندگی دارن. بله بچه‌های در خودمانده در برقراری ارتباط و توجه اشتراکی و اینها مشکل دارن و ما با کمک روانشناسا داریم این پژوهش رو انجام میدیم که اثر ربات روی به اصطلاح بهبود توجه اشتراکی و تعامل کودکان اوتیستیک با هم نوعان خودشون رو ارتقا ببخشیم. و باز در حین انجام این پروژه موضوع دیگه‌ای مطرح شد که اینا
عمدتاً نتیجه کار گروهی هست که من دارم اینجا عرض میکنم و حالا بحث هفته وحدت شد، مثل وحدت بین رشته هاست و دانشگاه ها و دانشکده ها و تخصص های مختلف. وقتی که این وحدت اتفاق میفته اون وقت کارهای قشنگی میشه انجام داد که ما امروز نتیجهش رو دیدیم. شما 2 سال قبل هم ربات دکتر آرش رو طراحی کردین. این ربات کمک می‌کرد بچه‌های سرطانی. این ربات با چه ویژگی‌هایی شاخص شد؟ آیا به نوعی با ربات رسا از نظر ویژگی‌ها کاملا می‌دونم متمایزه برای بچه‌های سرطانی است، ولی میتونه از نظر حوزه رباتیک اجتماعی شناختی کمک بکنه. به نوعی اون هم با همین هدف ساخته شد. در مورد ویژگی‌های اون بفرمایید. عرض می‌کنم. ببینید ما سال 2014 یک تحقیقی رو انجام دادیم با کمک همین همکارانمون، مشخصا خانم دکتر عالمی و برخی از دانشجویان در دانشگاه شریف و دانشگاه آزاد، که ما اومدیم از ربات‌های آماده استفاده کردیم توی بیمارستان‌های کودکان که بچه‌های سرطانی دارن برای آموزش به اصطلاح بیماریشون به اونها با کمک روانشناس و اینها و کاهش دیسترسشون یا اضطرابشون در حین درمان و شیمی درمان. این نتیجه تحقیقات اولیه‌مون این بود که به نظر می اومد که این کمک کرده، یعنی نتایج کمک که گزارشش رو که ما در کنفرانس بین‌المللی ربات‌های اجتماعی در شهر سیدنی استرالیا که خانم دکتر رفتن ارائه دادن، جایزه بهترین مقاله رو گرفتن. خب این به ما یه قوت قلبی داد که حرکتی که ما شروع کردیم، با اینکه اولین حرکت بود در جهان برای کودکان سرطانی استفاده از ربات برای کودکان سرطانی، این سبب شد که ما به فکر این بیافتیم که ربات بومی رو با هزینه‌های پایین‌تر بسازیم. الان در حال طراحی و ساخت ربات دکتر آرش هستیم که شروع داشتیم. حالا دکتر آرش اون هم به واسطه یک عزیزی هستش که بیماری سرطانی داشت در امریکا، از فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه تهران، که این ربات به نام ایشون نامگذاری شده برای سرویس دهی به کودکان سرطانی، انشالله بعد از اینکه آماده بشه. یعنی بیان ویژگی‌های بیماری رو مطرح میکنه این ربات یا به نوعی برای کودکان ملموس میکنه قضیه رو؟ در واقع اون تجربه قبلی که ما داشتیم، این ربات به نوعی هم آموزش میداد به بچه‌ها که بیماریشون چیه، چرا این اتفاق افتاده، اطلاعات که به راحتی از طریق به هر حال پزشکان به کودکان ممکنه منتقل نشه. این اطلاعات وقت پیچیده‌ای که برای بزرگسالان هم سخت بیانش. خودشون با زبان کودک به خود کودکان این سناریوهای طراحی شد که به بچه‌ها آموزش میده که چرا این بیماری اتفاق افتاده و قراره چه بلایی سرشون بیاد، روند درمانشون چی هست. لذا در اون پژوهش که ما انجام دادیم سناریوهای مختلفی طراحی شد توسط همین گروه و عزیزان که ربات در نقش‌های مختلف با کودکان تعامل می‌کرد، در نقش دکتر، در نقش پرستار، در نقش بیمار و همه این نقش‌ها رو بازی می‌کرد و بعد جاش رو با بچه‌ها عوض می‌کرد. یعنی خودش می‌شد یک بیمار سرطانی، حالا بچه‌ها بایستی بهش توضیح می‌دادن که قراره چه اتفاقی براش بیفته که حالا که وارد بیمارستان شده. و این تعاملات سبب می‌شد که بچه‌ها همکاریشون با پزشک و پرستار و روانشناس و غیره و گرفتن داروشون و غیره یه مقدار بهتر عمل بکنه. روند حمایت ها از شما به چه شکل آقای دکتر؟ کار بزرگی رو انجام دادین، چه در حوزه کودکان ناشنوا، در حوزه کودکان اوتیسم و سرطانی. آیا حمایت های خاصی هم از شما شد؟ ما اصلا اون ابتدا ایده هایی که به ذهنمون رسید رو در قالب پروژه های تعریف کردیم با حمایت های مختصر صندوق حمایت از پژوهشگران کشور و ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی این پروژه ها رو شکل دادیم و من همینجا ازشون تشکر میکنم. به هر حال بدون حمایت اونها ما نمیتونستیم این کار رو انجام بدیم. الان هم به عنوان یک گروه پیشرو در این زمینه در کشور شناخته شده هستیم و خب طبیعتاً حوزه جدید برای خیلی ها ناشناخته است، چالش های زیادی داره، کارهای بین رشته‌ای و چند رشته‌ای و اینها تو کشور ما یه مقدار چالش برانگیزه. هنوز افراد عادت ندارند با هم کار بکنن، تیمی کار بکنن از تخصصهای مختلف. ما در گروهمون تخصصهای روانشناسی داریم، زبانشناسی داریم، طراحی صنعتی داریم، هنر داریم. خوشبختانه کار شما نشون داد که چطور میشه هم رشته‌های مختلف هم با هم جمع بشن در یک پروژه مشترک. مکانیک و برق و کامپیوتر دقیقاً. یعنی من میخوام عرض بکنم که به نوعی میتونم این ادعا رو بکنم که گروه ما در کشور یونیکه. یعنی من در دانشگاه صنعتی یا دانشگاه سراغ ندارم که یک گروهی 23 4 نفره دارن با هم کار میکنن از تخصصهای مختلف و
متشکرم از شما دکتر. سپاسگزارم که در این گفتگو همراه ما بودید. از همراهی شما عزیزان بیننده هم سپاسگزارم. پایان هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. شب